سال روان نیز در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه درباره برگزار نمودن فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 این چهاربینی تابستانه در نوروزگاه پایتخت برگزار گردید و شماره زیادی سیاحان و مهمانان و ساکنان پایتخت را به هم آورد. جشن استقلالیت از جمله صحنه‌های مهم تاریخی به حساب می‌رود که سالگردی آن همه‌ساله در پایتخت با شهامت خاصه تسجیل کرده می‌شود. 35 سالگی استقلالیت نیز در شهر دوشنبه با برگزاری یک قطار چهاربینی‌های ورزشی و فرهنگی، معرفتی و ذهنی و عمومی استقبال می‌گردد. در دوره این تنتنه‌ها در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اوید به آمادگی به جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید. یکی از بندهای مهم این نقشه چهاربینی‌ها تشکیل راه‌اندازی فستیوال تابستانه دوشنبه میباشد که در دوره برگزاری آن کارخانه و اداره‌ها، سفارت و نمایندگانی کشورهای خارجی، شرکت‌ها و طرفخانه‌های شهر دوشنبه اشتراک نمودند. سلام، سحر هستم از افغانستان. آمدیم به دیدن فستیوال تابستانی. از دیدن همه زیبایی‌ها لذت بردیم. ما دوشنبه آمدم از هیکل سامانیان، پارلمان، نوروزگاه و کاخ نوروز دیدن کردم. بسیار زیبا و من خوشایند بود. مورد به ذکر است که با مقصد معرفی نمودن شهر دوشنبه همچون سیمای سیاحی کشور در دوره فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 یکچند آزمون‌های ورزشی و ذهنی میان نورسان و جوانان، سیاحان و مهمانان و ساکنان دوشنبه شهر دایر کرده شد. دستاوردات ما برای نمایش برای مردم پیشکش کرده. ما زیاده از 10 سال شد که با همین هنرمندی مشغولیم. کرسی‌ها میکنیم، میزا برای گازتخانه، برای خانه ها، جیوان ها، برای شخمت، ششکه، نردی، بسیار چیزایی که مردم به اون توجه دارم و آماده می‌سازیم. در چهارمین امروزه که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دور گردید، گوشه هنرهای مردمی نیز تشکیل گردیده بود که در آن هنرمندان چیره دست دعوت گردیده محصولات استحصال نموده خود را به معرض گذاشتند. همین طور برای اشتراکچیان نیز بازی‌ها تشکیل کرده شده شماره زیادی راهخطها صاحبان خود را دریافتند. فستیوال تابستانه دوشنبه سزاوار جایزه بهترین چهاربینی‌های سیاحی آسیا مرکزی گردیده است. در چهاربینی معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده تبریکات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را درباره برگزار نمودن فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 ارائه نمود. پس از رسانیدن تبریکات رئیس شهر دوشنبه، برنامه رنگین کنسرتی اهل فرهنگ پیشنهاد ساکنان پایتخت گردانده شد. چشم سیاهی تو بود پرخمار، خمار مستان کجا میروی؟ روی سفیدی تو به مثلی منیر، ای ماه تابان کجا میروی؟ ای ماه تابان کجا میروی؟ در ادامه بحری معرفی صنعت هنری والای تاجیکان برآمد هنرمندان با استعداد و جوان تاجیکستان شروع گردید. اینچنین سرودهای دلانگیز در اجرای صنعتکاران موفق کشور پیشکش کرده شد. کاری تو به دنیا همیشه مهربانی است، جای خوب دنیا آغوش آریانی است. پسر آریا تو جانمی، مردی مهربانمی، تو کوهی بلندی پر غرور، نهلی سایبانمی. پسر آریا تو جانمی، مردی مهربانمی، تو کوهی بلندی پر غرور، نهری سایبانمی.